بوی نورالله علیوف کی میگذره. بعد دقت گوش میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، شب 11 و 12 ینور به وقت وطن ساعت 12:02 میگذره. بوی خواهش میکنیم این مسئولیت من نیست، چون نسبت این بوی اکای بهردین جلال‌السپار این تاجیک هستم و اکای مرادلی تشای صحبت کرده بودم. همچو یک نفری وطن دوست میگم یا سخن کنم شو بگوش یک جوان یک سر یک جوان برسه که کامنت بد ننویسه مثل بوی فریدون عادلوف که مغلوبیت غالبیت از جانب الله هست. حتی دیگه ملت ها گفتن فریدون باید نفروخت چون بیمار بود. یعنی چی گفتن نسبت این عقاب تاجیکستان، نسبت نورالله علیوف دعا کنید در حقش، چون الله دست بالاش کنه نام وطن و نام ملت دست بالا شود. این عقاب تاجیکستان باز میگم دوستان عزیز کامنت های بعد ننویسید. تکنولوژی پیش رفتگی دیگه ملت ها پیروان میکنن بعد میگن یا غالب میشن شیر نر با پیش مغلوب میشن دشمن میکنین. نکنید در همه حالات درباری ورزشکارا باشید چون نمیدونید پس اکران چه عذابا میکشن. الله دست بالا کنه نورالله علیوف و پروردگار همه وقت وطن ما رو آباد کنه. خدا نگهدار.